یقال این الصائمون، گفته می شد است در روز قیامت کجاست روزدارها؟ فریاد می شد است، ندای به گوش ما و شما می آمده است. فیقومون، ما و شما وقتی این ندا را می شنیده ایم همه از جای خود می خیسته ایم. آدم هایی که در دنیا روزه داشتند می خیسته ایم، می گفته ایم ما از جمله روزدارها هستیم. یدخل منه الصائمون، داخل می شود، گفت پیغمبر خدا، بعد این که ما و شما از جای خود می خیزیم ما و شما وارد این دروازه می شده ایم. فاذا دخلوا، پیغمبر خدا گفتند وقت دروازه ریان گشاده می شود، روزدارها که دنبی به دنب و دنبال به دنبال داخل می شوند، اغلقه، روزدار که تمام شد دروازه پوشیده می شود. فلم یدخل احد غیره